مهمان امروز ما دکتر مهری پیروز هستند که از حوالی سان فرانسیسکو با ایشون صحبت میکنیم. سلام خانم دکتر پیروز. سلام از من. حال شما خوبه؟ مرسی. شما چطور هستی؟ مرسی خوبم. من از طرف برنامه جهان زنان با شما تماس میگیرم و این برنامه کلاً مختص امور زنان هست و سوالی که امروز داشتیم اینه که زنهای که در طول عمر شما دیدین یا با هم دیگه در تماس بودین و یا خودتون از کجا به کجا رسیدین، آیا پیشرفتی قائل شده یا نه، و از خودتون لطفاً بر ما یه مقدار بگین. مرسی. حتما این کار خواهم کرد. من بزرگترین رول مدلم مادر بزرگم، مادرم بودن. این خانوم هم حافظ و حفظ بود، هم سعدی رو، هم خیام و هم قرآن و جالبه که تخته بازی میکرد. بسیار آدم روشن فکر و جالب توجه اینه که وقتی نماز میخوند من یادم چادر سرش نبود، یک نیمچه چادری مثلا شونشو میپوشون و من خیلی جالب بود برام چون جز این آدم چنین موجود ایرانی ندیده بودم که اینجوری نماز بخونه. چه جالب. خدا رحمتش کنه که رفت و من خودمم که 74 سالمه و پی اچ دی من توی فلسفه و کامپراتیو تمام مذاهب و سکندری من سایکولوژی هست. همین شما بله میخواستم ببینم شما به عنوان یک زن چه کارهای انجام دادین که زنهای قبل از شما انجام ندادن و یا اینکه تغییراتی که دیدین در قوانین برای زنان؟ حتما. من وقتی که دبیرستان بودم، اواخر دبیرستان، یه بچه 17-18 ساله، وقتی خونه پدرم افسرهای نیروی هوایی جمع شده بودن صحبت میکردن، متوجه شدم راجع به این که همه کشورهای دیگه رفتن دیدن خیلی ها میپرن، زنای ارتشی برای چتر بازی. بعد من خودم والنتیر رفتم اونجا و گفتم میخوام بپرم. اول منو اصلا باور نداشتن، ولی به هر حال با یه عده پسر دیگه دوره چتربازی دیدیم در دانشگاه چتربازی و دانشگاه میشد کلوب چتربازی و خلبانی. چه جالب. شما چند سالتون؟ بین همه این پسرها و اولین دختر چترباز ایران شدم و اولین دختر سیویلیان که فقط برای اسپورت بپره تقریبا در همه جای دنیا، چون همه که میپریدن ارتشی بودن، نیرو هوایی بودن و بقیه چیزایی دیگه. چه جالب. 3 دورش هم شاگردای چتربازی شاگردای منم بودن و دیگه من اومدم کنار. چقدر جالب. ما به شما افتخار میکنیم خانم. نترسیدین؟ چند سالتون بود؟ خواهش میکنم. ترس در وجود من نبوده، نه هست، نه خواهد بود، برای اینکه پدر من همیشه میگفت آدم یه دفعه بیشتر نمیمیره، ولی اگه بترسه همیشه میمیره. چه جالب. خب و شما از این موضوع عکس و تفصیلات هم دارین؟ بله مفصل. من وقتی که از ایران آمدم خیلی سال پیش بود، تقریبا 40 خورده سال پیش بود. بله. و عکس زیادی نداشتم، اصلا فکر نمی کردم که لازم بشه داشته باشم، چون همه مجله ها روزنامه ها عکس منو داشتن و اصلا خیابون که راه میرفتم همه منو میشناختن. ولی اخیراً که رفتم به ایران توی چمدون عکسام گذاشتم آوردم، بعد اومدم تو فیسبوک که برنامه داشتم دیدم اطلاعات بانوان عکس و تفسیر همه برنامه‌های من داره، زن روز داره دیگه، همه تقریبا فکر کنم بدونم. ببخشید شما به اسم خانم مهری پیروز بودین؟ موقع ازدواج کرده بودین یا نه؟ نه، اسم اولم مهرنگیز، فامیلی پدرم که فامیلی من بود زنده نام.
مهرانگیز زنده‌نام. بعد ولی همیشه به مهری مشهور بودم. موقعی که امریکا آمدم برای سیتیزنشیپ هم اسممو مهری دادم و اسم شوهرم که شاهین پیروز بود، چون خیلی دور و دراز بود، پیروز. آها. پس ما اگه سرچ بخوایم بکنیم باید به خانم مهرانگیز زنده‌نام. بسیار عالی. خب پس شما باعث افتخار ما و زنان ایرانی هستین. شما ممکنه بگین یا از قول خودتون، مادرتون، مادر بزرگتون چه تغییراتی در امور زنان دیدن و آیا شما فکر میکنین زنان رو درست در دنیا توجیه کردن و دارن برای حق حقوقشون می جنگن، یا فکر میکنین بهشون اجحاف میشه، یا هر نظری دارین لطفاً با ما در میون بذارین؟ حتما. خیلی جالب این هست که یک زنی در دنیا وجود نداره که به وسیله کس دیگه معرفی بشه و به جای برسه. تمام زنانی که رشد کردن برای اینکه خودشون به صورت یه اکتیویست بودن، فعال بودن و میخواستن بگن بابا بین زن و مرد فرقی نیست، اینا هر دو آدمن. و درک این هنوز برای بسیاری خیلی سخته. ولی من یاد مادر خودم، مادر بزرگم، خیلی از اقوامم میفتم که بسیار باسواد بودن و بیشتر از همه یاد خانم دکتر پارسا میفتم که عمه خود شماست. بسیار زن با شخصیت و فهمیده‌ای بود، چون من تو وزارت آموزش پرورش چندین سال قبل از اینکه بیام کار کردم، دبیرستانا درس میدادم، رئیس بازی‌های دبستانی بودم که همچین چیزی قبل از من وجود نداشت. من بازی‌های دبستانی رو در تلویزیون آموزشی که گوینده ورزشیش بودم به صورت مثل آرابیک دنسینگ که الان برای ورزش هست، منتها من با آهنگای گل گندم و دختر بوی رحمتی و اینا این بچه ها ورزش میکردن و صبح توی مدارس این نوارا رو میذاشتن برای اینکه بقیه هم از اونا پیروی کنن. یعنی اون موقع ورزش برای زنان خیلی کار تقریبا یعنی عادی نبود، ولی ورزش برای زنان مطرح بود و انجام میشد. و اینکه یک زن گفتم که من متولد 1942 یعنی 1321 هستم و من شخصا در تمام دوران زندگیم کسی جلوی منو نگرفت. منتها بودن، مثلا من چسبازی که دوره میدیدم، یک درجه دار نیرو مخصوص یه موش آورده بود تو هواپیما که من بدون چسب بپرم بمیرم و زن چسباز نشم، برای اینکه اسم چسبازا خیلی مهم بود. ولی مهم این بود که من اصلا توجه نمی کردم به این چیزا. ببخشید چی؟ یه موش آورده بود؟ بله، من بترسم، چون شنیده بود زنها از موش میترسن. عجب آدمی. اتفاقا خنده‌دار اینه که اگه سوسک می آورد شاید میپریدم، ولی موش ترسی نداشتم. یعنی میخوام بگم جلوی زنها رو به این ترتیب میگرفتن، مخصوصا زنهای فعالو. بله بله. قوانینی که نوشته شده بود به دست خودشون تحریف در تمامی کتاب‌های ادیان کرده بودن مردها و اونا بودن که قانون دینی رو می نویسن و اصولا اکثرشون، من اگه کسی به توی اینترنت تز دکترای من بخونه که همون وومن در اسلام هست، همون مهری پیروز، میبینن که چقدر زیاد غلط هست در ترجمه ها، در تفسیرها، نه فقط اسلام، در همه ادیان. بله. شما پس این تجربه من هست و فقط یه نفر میخواد که فعال باشه و بتونه بره جلو. هنوزم زنهای ایرانی هستن و من بهشون افتخار میکنم. ما به شما افتخار میکنم. بله، ما به شما افتخار میکنیم و فکر میکنم حرف زیاد داشته باشیم با شما بزنیم. اگر اجازه بدید در فرصت دیگه مزاحمتون بشیم و صحبت بکنیم. مزاحم نیستید، مراهمید و خیلی ممنون که زنگ زدید. امیدوارم که موفق باشید. شما هم همینطور. متشکرم خانم دکتر. خداحافظ. خداحافظ.